دوستان، آراد گیم هستم. چطورید؟ به یک یه بازی فوتبالی ایران و عراق خیلی خیلی خوش اومدید. بریم سراغ ویدیو. خب تیم رو درست کنیم. علیرضا جهانبخش بیاد جای این بازیکن، یادم رفته. خب دوستان، بریم که let's go. بازی ایران و عراق، ببینیم چی میشه. حتما لایک و سابسکرایب کنید تا ویدیوی بیشتری براتون بذارم. خب مهدی طارمی گزارشگری میکنیم. مهدی قائدی پاسش اشتباه بود، معلوم بود. میگیریم مهدی قائدی دوباره پاس میده، پاسش اشتباه بود. جیسون سردار آزمون میزنه به هوا، توپش میره با آفساید بوده اصلا. خب بنداز توپو دیگه، توپو بنداز. آها، سردار آزمون بیا شوت کنا و پاس میدادم حتما. خب بذار یک تکنیکی بزنیم که نه پس اینطوریه. کدوم بهتره؟ ما همینی. آره این. آها درست شد. الان یه سانت قشنگ میکنیم اینجا، ضربش که دروازه‌بان میگیره. جلال حسن خب سان میندازه، بگیره. میلاد محمدی شجاع خلیزاده چه خوب گرفت. سردار آزمون دوباره یه پاس عمقی. مهدی طارمی اینجا به عقب پاس میده. مهدی قائدی وای ضربش رفت بیرون. دوباره مهدی قائدی میگیره، سان میندازه. سردار آزمون یک گل برای ایران. سردار آزمون چقدر میره، باک شد. خوشحالی قشنگ. چه گلی زد. 1-0. پاس مهدی طارمی و سانتش بکنم کردم. سردار آزمون میده مهدی طارمی و پاس میدادم. عمقی خوب نبود اونجا، بگیرش. ها میلاد محمدی یک عمقی قشنگ. سردار آزمون نده عقب. آها بده آخر کردم. بعد میدادم که چپ. مهدی طارمی دوباره یک پاس قشنگ. اینجا یه پاس دیگه، 1 سانت، یه قیچی برگردون برای ایران. وای مهدی طارمی یک گل قشنگ. نگاه کنید فقط. چه کوبوند. فقط
از اینجا هم نگاه کنید، فقط چه سانتی. اوه خیلی قشنگ بود. میشه اولین باری که قیچی برگن زدم با تیم ملی الان بودش. شجاع خلیزاده، پاس مهدی طارمی، سردار آزمون، یک پاور شوت و نه اینجا یه سانت قشنگ، سردار آزمون بزن و تمام. سومین گل برای ایران. سردار آزمون در 42 دقیقه زد گلو. جا بگیر علی قدیزاده به سردار آزمون و نه نرسید که بزنه سریع. در 46 دقیقه 3 دقیقه وقت داده. 3 دقیقه. الان فکر کنم تو بیاد دست من تمام میشه نیمه. پاس هم بده اینجا. یه تمام. چهارمین گل برای ایران. سردار آزمون. خوشحالی امباپه رو رفت چرا. و تمام نیمه اول بود. داره 4 تا زدیم. خیلی زیاده 4 تا پوی سر هم. بریم که چند تا دیگه گلم بزنیم. سردار آزمون اینجا یه عمقی قشنگ میده. امید نورافکن. چه قشنگ. درست گفتم اسمشو؟ نمیدونم. درست گفتم. یس. چه گل قشنگی. پاسکاری. نگاه کنید خودتون. پاسکاری قشنگ. یک شوت قشنگ. 5-0 به نفع ایران. خیلی زیاده. سردار آزمون پاس. امید نورافکن بگیر دوباره گل بزن. نه چه پاس بدی بود. علی جاسیم مهدی طارمی میده برای سردار آزمون و دومین و ششمین گل نمیشه. فقط ببینید به یک تیرک خورد. وای اینجا دیگه بده پاس بده به این ور. جاسانت مهدی طارمی. نه نشد گل. جلال حسنی بزن دیگه. وقت در 59 دقیقه. نشد. 61 دقیقه. بریم یک گل قشنگم بزنیم دیگه. سردار آزمون پاس. مهدی قلیزاده چه آفسایدی. خب الان اینجا مهدی قلیزاده، میلاد محمدی میده این ور. نه چیز امید نورافکن.
سمت چه قوی دارن عمل میکنن. جا و یک ضربه و فکر کنم گرفت به ایرانوند یا نه نگرفت، خود توپ رفت. خب بنداز سانتو، یه سانتو بلند از علیرضا به ایرانوند. بالاخره دروازه‌بانمون شیشمین گلم میخوام بزنم براتون اگر بشه بذارن. بگی توپو ها، توپو بگیر ها. گرفت سانت سردار آزمون بده. وای یک گل قشنگ میخواست بشه، گل قشنگ بشه. ها پاس مهدی طارمی، اینم برای همه تون، اینم یک گل قشنگ سردار آزمون و مهدی طارمی. چه گفتم شیشمین گلم حتما براتون میزنیم. یا علیرضا جهانبخش یک پاور شوت توی دروازه و هفتمین گل از علیرضا جهانبخش. عجب گل قشنگی، در 91 دقیقه 4 دقیقه وقت اضافه، خیلی زیاد نیست. الان 2 دقیقه دیگه تموم میشه. بده پاس بده تموم شد. خب دوستان عزیز، مرسی که این ویدیو دیدید. لایک و سابسکرایب کنید و کامنت هم بذارید که همیشه براتون ویدیو بذارم. و 7-0 تونستیم ایران رو ببریم از عراق. نه، عراق ببریم. بله. تا ویدیو دید مرسی تا این ویدیو دید. تا یک ویدیو دیگه، خدافظ.